اولین کاری که میکنیم اینه که ایو میزنیم، ایکسو میزنیم و همه چیزی که زنه رو پاک میکنیم. بعد یه اسپر میاریم، بعد میریم تو قسمت edit preferences و حالت selection رو فعال میکنیم که متاسفانه اینجا من ویدیوشو نگرفتم. از اینکه این کار کردیم میریم برای اسپرمون 2 تا رنگ انتخاب میکنیم، یکی برای حالت بیرونیش و یکی برای حالت درونیش که بتونیم بیرون و درون رو از هم تشخیص بدیم. و اینجا قرمز انتخاب کردم با زرد چون که وایبرنتش بیشتر از همه چیز مشخص می بود. بعد از اینکه رنگمون رو انتخاب کردیم F3 رو بزنید و جبهه جستجو رو بیارین، سلف فراکشن رو انتخاب بکنید. من دارم می نویسمش فراکچر. نویز رو بزنید روی 2، بعد سورس لیمیت رو مخصوص به حالا پیسیتون و هر چقدر که بخواید لیمیتش بالاتر باشه انتخاب کنید. من اینجا گذاشتم رو 99، نمیدونم چرا می‌خواستم روی 100، ولی خب دیگه دقت نکردم. و متریالش رو بذارید روی 1 که بتونه یه دونه کپی از حالت اصلیمون بگیره و بعد اوکی رو بزنید و اجازه بدین بعدش دستگاه به کار خودش ادامه بده و برام. حالا ما یه عالمه سل های جدا داریم اصلا همونطور که میبینید magic، literally magic. پس اینکه این کار کردین کپی اولمون رو اسپر اولمون رو باید پاک کنیم. منتها من اینجا هایدش کردم، چیز زیاد مهمی نیست، میتونید ایکس رو بزنید و دیلیتش بکنید. از اینکه این کار کردیم کل آبجکت همون رو انتخاب میکنیم و به یک کالکشن دیگه منتقلشون میکنیم. این خیلی مهمه که حواستون باشه که به یک کالکشن دیگه منتقل بشن. من اینجا اسم رو گذاشتم سل. با زدن کلید ام روی کیبوردتون میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه این کار کردیم به روی کالکشن قبلیتون و یک پلین اضافه بکنید. به خاطر اینکه خیلی سخته که چند تا آبجکت متفاوت با کار بکنیم و ما میخوایم اینها رو روی آبجکت پیاده بکنیم. وقتی که پلین رو اضافه کردین برید تو قسمت جیومتری نود و وقتی که روی پلین هستین یک دونه جیومتری نود باز بکنید، نیو رو بزنید و کالکشن سل رو انتخاب بکنید و درگش کنید توی نودتون. حالا همطور که میبینید هر کاری که ما روی دوتاشون انجام بدیم روی اون یکی هم انجام داده میشه. حالا پلین رو انتخاب بکنید. من اینجا دارم زوم میکنم، اجازه بدین که من زوم بکنم. فضای اصلی رو باز میکنیم چون قراره یه عالمه چیز اضافه کنیم بهش. توی کلاش اینفو اون گزینه‌ای که من فعال کردم فعال بکنید و همینطور سپر چیلدرن رو بزنید. من متاسفانه گزینه‌اش یادم نمیاد و تصویر خیلی ریزه که ببینم. الان زوم میکنیم و با هم متوجه میشیم که چیه. زوم کن، تو رو خدا زوم کن. هلو. من اینجا رفتم موسم رو بیارم. به خاطر همینه که یه خورده باید وایسیم تا من موسم رو بیارم. موسم رو آوردم. ریلیتیو رو فعال بکنید و سپر چیلدرن رو بزنید و گزینه یعنی جعبه اسکیل انترنس رو بیارین تو کار و بزنیدش وسط این 2 تا خط. همطور که میبینید با نگه داشتن شیفت و درگ کردن موزتون میتونید همه اینا رو با هم انتخاب کنید و همطور که میبینید میتونید این رو کوچیک بزرگ بکنید. Fantastic isn't it؟ بعد از اون برین روتیت اینستنس رو بندازین داخل این درینک بلو و همطور که میبینید این کار جهت‌های دایره رو
قسمت های جدا شده دایره رو عوض میکنه به این صورت. یی. از روی گزینه دیگه میاریم که برای جابجایی مونه که translate instance. اونجا دقیقا و می‌نویسیمش دوباره همینجا. این کار برای جابجایی دایرمونه. بعد از اینکه این کار کردیم باید یه کار دیگه بکنیم و اون چیه؟ اگه گفتیم اد کردن یک empty به صفحه. empty رو انتخاب میکنیم. گزینه اول رو من شک داشتم ولی نه، گزینه اوله و جی رو بزنید ببینیش کنار که قشنگ ببینیدش و اینا. بعد از اینکه این کار کردیم دوباره برمیگردیم روی پلینمون و از اول میریم empty رو پیدا میکنیم و دوباره درگش میکنیم توی قسمت جیومتری نودمون. بعد از اینکه این کار کردیم یک جای مناسب براش پیدا میکنیم و پوزیشن رو میاریم به خاطر اینکه میخوایم نسبت به پوزیشنمون دستگاهی رو بخونه، پوزیشن امتیمون و نسبت به اون کارها رو انجام بدیم. بعد که پوزیشن رو انتخاب کردیم یک گزینه دیگر انتخاب میکنیم و object info رو از origin به relative تغییر میدیم. کاش که بتونم اینا رو بخونم. بعد از اون یک وکتور ماس انتخاب میکنیم و پوزیشن رو به اولی و object info رو به دومین گزینه وصل میکنیم. بعدش از توی نوارش قسمت دیستنس رو انتخاب میکنیم که فاصله بین این دوتا رو تشخیص بده و برای اینکه کارمون خراب نشه و شیپ ها به هم نریزن یک چیز دیگه اضافه میکنیم به اسم مپ رنج. گزینه این دو تا به اولیه وصل میکنیم به این صورت و بعدش مپ رنجمون رو به اسکیل وصل میکنیم و وقتی که حالا امتی رو تکون بدین با توجه به اون قسمت جدا شده هم عوض میشن. حالا اینجا باید چند تا عدد بزنیم. اولش رو میذاریم روی 1، دومی رو میذاریم روی 3 و سومی رو میذاریم روی 300. البته اینا همشون بستگی به اون نوع کاری که شما میخواین بکنید داره و با توجه به اون میتونید عوضشون بکنید و وقتی که تکونش بدین امتی رو ببینید که این اتفاق براش میفته. حالا اگه ما بخوایم که موقع تکون دادن این قسمت های جدا شدهمون بچرخن یک بار دیگه یک مپ رنج دیگه باز میکنیم و اینا رو به هم وصل میکنیم. هم دو تصویر میبینین و این مپ رنج دومی رو به روتیتمون وصل میکنیم و حالا گزینه ها رو دوباره از اول همونا که بودن رو اینجا هم اعمال میکنیم. همونطور که میبینید اینجا من داشتم با این عدد سرکله میزدم که به شکلی که میخوام برسم و اولش اینجوری بودم که what the fuck is happening? Why it isn't it working? آهان و راستی گزینه های فلوت رو به اسموث تغییر بدین. اسموث پاف من درست بخونمش بخاطر اینکه تصویر خیلی ریزه وقتی که دارم این صدا رو میذارم به هیچی نمیبینم. I am sorry I do not speak English very well. Only 50-50. و همونطور که میبینید حالا ما این حرکت اسموث رو داریم. وقتی زیبا وقتی دوست داشتنی. برای
قسمت تکون خوردنش بریم چیکار میکنیم؟ یک مپ ریج دیگه انتخاب میکنیم. من فعلا دارم با این اعداد روتیت کار میکنم. زیاد نگران نباشیم، ما به اون قسمت هم میرسیم. رسیدیم. دیدین؟ wasn't that hard. بعد دوباره میایم پوزیشن و object info رو کپی میکنیم. shift D و بعد جدول بنفشمون رو پاک میکنیم. دیستنس رو پاک کن عزیزم. و یک دونه جعبه میکس میندازیم اونجا. و اینها رو به هم دیگه وصل میکنیم. مپرش به اولیه، پوزیشن به دومیه و آبجکت اینفو به سومیه. و بعد از اینکه این کارو کردیم یک دونه پوزیشن دیگه اضافه میکنیم، ست پوزیشن، و میکسمون رو به اون وصل میکنیم. اینجا میتونید ترانزیشنمون رو پاک بکنید اگه دوست داشتین، اگه هم نه که اصلا مهم نیست. حالا همونطور که میبینیم ما یک سلف پروکشن داریم که هم فالو میکنه همه چیز رو، تکون میخوره و خیلی زیبا، دوست داشتنی و پوسیدنیه.